او اگر دین در ثریا باشد، ابناء من الفرس، رجال من الفرس، این را چیکار میکنن؟ علم را میارن، معرفت را میارن، دانش را میارن. بنابراین 6 کتاب صحاح سته داریم، از صحیح البخاری تا ابن ماجه. یکی از اینها عرب نیست. همین بابایان من و شما، علمای دین من و شما، اینها صحیح و ضعیف را جدا کرده نوشته، با پیغمبر صلی الله علیه و سلم سخنهایش را جمع کرده، با تمام جهانیان تقدیم کرده. این نمونه از همون گفتار پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. و خود امام اعظم رحمت الله علیه که از مردم فارس است، از مردم تاجیک من و شما است، از لحاظ نسب. بنابراین برادران عزیز، وصیت ما چی است؟ بعضی وقت در میان جوانان میگردی، بعضی وقت در میان اینها صحبت میکنی. ما همیشه در این لباس نیستیم. بعضی وقت همون لباس معمولی کوچه و همون راه خدمات رو میپوشیم. با یک تاکسی هم صحبت میشوی، با یک جماعت جوانان میشینی. اینو وقتی صحبت میکنن، علم و دانش معرفت دینی، عقیده سالم مسلمانی و اسلامی ندارن. اینا با اینها وقتی صحبت میکنی، اینا خودشان قاضیان، خودشان میزانن، خودشان صراطن، خودشان جلادن. اینا گردن رو میزنن. اینا اگر قدرت پیدا بکنن، حکم بر کفر میکنن، و قدرت پیدا کنن نیست میکنن. اینا را کی آموخته است این علم را؟ کجای اسلامی خیلی علم دارن؟ خوزی اگر یک مسلمان را، یک زن را، یک ماما و بیبی و مادر پیرسال من شما را، همین که توحید میگوین، عقیده میگوین، یک زن تاجیک را یک جا بشنان درباره توحید بپرس، همه سخنا را میگوین. آیا من شما را همین مادر را ناموختن؟ اول بنده کی؟ بنده خدا. امت کی؟ محمد مصطفی. کتاب چی از قرآن، دین چی از اسلام. امینا را مادر آموختن. پیش از اینکه پیش یک دامنا برای یک دانشگاه برای، در خانه مادر را میآموختن، پدر را میآموختن. امروز دین، عقیده، رویه مذهب حنفی در نزد بعض جوانان من و شما شیده است بدعتی، شیده است شرک داشته، شیده است خرافاتی. وصیت ما چی است؟ خودتان بیاموزید علم را، خودتان ببینید آیا دیدگاه اینا درست است. کدام از ملت ما هر کجای سفر کرد آمد، سخنش همی بود که در اخلاص، در دین، در مذهب، در تقوا مثل مردم تاجیک ما